سلام حتی به یک ویدیو دیگه از راستیک گیمره خوش آمدی. اومدیم چیزای مخفی بسازیم. اول یک کتابخونه میسازی که دلخواه کتابخانه‌اش دلخواه است. هر جوری میخوای، گله کوچیک، ولی خب پشتش مهمه. پشتش هم جا بسازی. پشتش بباست. پوستش بباست. خب حالا بچه های تا اینجا ویدیو اومدیم یادتون باشه دنبال کنید، لایک کنید ویدیو رو و کامنت بذارید. خب تازه اگه لایک ویدیو به 8 برسه بریم پارت هستا. 8. حالا اینجا تو چوب میذاری، چوب همین رو خب اینجا یکی از این خارجی ها میذاری که اسمشو نمیدونم چیه. بعدش یک چی بود اسم اینا؟ اون یکی روش کتاب میذاری؟ نه اینایی که مثل سیم بود. ردستان. ردستون میذاری. خب حالا یکی میای اینجا اینو میذاری اینجا. حالا جلویشو میکلی. خب بعدم اینو میذاری اینجا. نذارید که اینطوری بسته باشه. یکی عقب‌تر میذارید تا باز باشه. فهمیدید؟ بخ خدایا چی کار میکنی؟ کسی میدلازی. حالا یکی میکسی اینجا که به اینم برق برسونه. حالا صبح میکنی. این کار توی فهم میکنی. حالا این زیرشو هر چی بخوای میذاری. من که میخوام یک کتاب خونشه هم زیرشو کتاب خونه میذارم هم بالاشو، دیگه حوصله ندارم. حالا همه کتابا رو اینطوری میکنیم، یکم تزئیلاتی میکنیم. حالا وقتی این پایین رو تزئیل کردی اومدی بالا، به این نگاه میکنی. هر چیزی جلوش بود اونو بذاری این وسطش در باز میشه. بذاری این بر دیگه است. اینو میذارم هیچی نمیشه. حالا اینو میذارم در باز میشه. حالا اینو میذارم در بسته میشه. خب حالا با اینو میذاری. بعد میریم پایین. میریم بالا. چون گفتی میریم بالا رفتم بالا. حالا میریم پایین. هر چی بخوای زیر بسازی. مثلا بخوای زیر خونه بسازی. ما 20x20 میسازیم. این خونه 20x20 بساز. حالا نمیخوام حوصله ندارم. حالا بعد اینجا رو میکلی. اینجا یک اهرم میذاری. میتونی سیب کشی هم کنی ولی من حوصله سیب کشی ندارم. میتونی بیاری پایین دیگه. من خب شاید کم کاری میکنم ولی خب شاید من اینو میزنی بسته میشه. دوباره میزنی برای که بخوای بری بالا. لده همون لده بود. یک کاری کرده. برای که بری بالا یه چیزی داره. باید به جایی که اون برای کلید هست این برای دیگه است بذاری. میتونی لدر بذاری برای بالا. یا اینجا اینو بذاری را بیای از این چی کجا گذاشتم اینا بلکو بابا. حالا به جاش از اینا میذاری. اینا باحاله. اینا چیزیه.
اینا میتونی بری بالا. از اینا میشه. خب ببینید از اینا بیای بالا. بعدم دوباره این کتاب رو برمیداری میذاری. حالا بعد میتونی برای اینا تب بچینی. مثلا اینا اینطوری این یکی نه این یکی دوتا این یکی این پس این یکی حوض پر میشه یکی اینقدر اینا ببینید چه باحاله. حالا یکی اون با کتاب خلاص من که کتاب نمیخونم بگو بریم. خیلی باحاله. اینو بر میداری اون برش کتاب میذاری. بچه بهتون این مودی نشون دادم که مود چیزه بینم کار میکنه. گوشی دارم. لب افزاره دیگه هم داره. اینو ندیده بودم. تازه گوشیش از لای گوشی منه ولی یک وقت خیلی بالاتر از اونه. خب این چیه؟ بازیه؟ $0 ها؟ آها فهمیدم. تازه بچه کی ماینکرافت داره؟ هر کی داره تو کامنت‌ها نگه بگه بنویسه. هر کی داره بنویسه. من چه بازی عجیب غریبی بود ولی خوب. بچه ها تازه بعضیا به این بازی میگن ماینکرافت. اینجوریه پس به اون کرافتینگ تیبل هم باید بگن کرافتینگ تیبل. عجیب نیست؟ دوربینم میذارم که مثلا کسی بیاد بکنم بس دیگه از بچه ها تا ویدیو بعد فعلا چی؟ حوصله ندارم میخوام با لپتاپم کار کنم. برو بابا تا ویدیو بعد فعلا خداحافظ.